با تو گویم ای برادر این خبر، خودنمایی نوع شرک است سر بسر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی یدع الیتیم ولا یحض على طعام المسکین. صدق الله العظیم. ابتدا سازم به نام حضرت بار خدا، در کتابش ویل گفت بر هر کسی دارد ریا. ابتدا سازم به نام حضرت بار خدا، در کتابش ویل گفت بر هر کسی دارد ریا. خواند پیامبر ریا را شرک اصغر در حدیث، 100 درود و 100 سلام بر روح پاکش ای عزیز. درود و ثنای بی پایان بر روح روان پیغمبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم و امام هر یکی ما و شما. الحمدلله که الله جل شأنه بار دیگر این فرصت را برای ما و شما داد تا که یکی از مهمترین سوره های قرآن کریم که با نام سوره ماعون، یا که مردم ملت تاجیک ما و شما با نام سوره ارأیت الذی مشهور است و او را در نمازها تلاوت می کنند، تفسیر بنمایم. دعا میکنیم که الله جل شأنه هر مسائل داغ روز که در این سوره مبارکه موجود هست در دل هر یکی ما و شما جای بگرداند و الله جل شأنه پیروی قرآن و سنت برای ما و شما بندگانش نصیب بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی یدع الیتیم ولا یحض على طعام المسکین. صدق الله العظیم. علما و مفسرین در باره این سوره مبارکه قرآنی می فرمایند و می گویند که بعضی از اونها که این سوره ارأیت الذی سوره مکی هست و بعضی از اونها می گویند که نه سوره مدنی هست و بعضی از اونها می گویند که سوره ارأیت الذی 3 آیت اولش مکی هست و باقی مانده آیه های او مدنی هست که زیادی از مفسرین بر این قولند. الله جل شأنه در این سوره کوتاه چند مسائل مهمی داغ روز را برای امت اسلام بیان کرد. باور کنید مسائلی هستند که انسان را از راه خدا و پیغمبر دور می کند. این مسئله هایی هستند که اگر ما و شما اینها را رعایت نکنیم و سخن خدا و پیغمبر به جان و دل عمل نکنیم، از راه خدا و از راه پیغمبر مهربان ما و شما دور می شویم. خدا می فرماید ارأیت الذی یکذب بالدین. ای محمد آیا تو نمی بینی نمی دانی این انسان های را که روز قیامت را دروغ می شمارند، روز قیامت را باور ندارند؟ در حدیثی که حضرت جبرئیل علیه السلام از پیغمبر گرامی قدر صلی الله علیه و سلم به خاطر تعلیم گرفتن اصحاب امت ایمان را پرسید، رسول اکرم برای او گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر.
خداوند به واسطه پیغمبرش 5 رکن ایمان را بیان کرد که یکی از اونها ایمان آوردن به روز قیامت است. اگر انسانی که به روز قیامت باور نداشته باشد او مسلمان نیست. بسیار از طریق اینترنت برای بنده سوالهای می آید که بعض جوانها و مردم مسلمان تاجیک هستند که میگه به روز قیامت باور ندارند. آیا اینها مسلمان هستند؟ یکی از ضروریت های ایمان برای انسان این است که بر روز جزا، بر او روزی که الله جل شأنه پاداشت انسان را روز قیامت میدهد، باید بر او روز ایمان داشته باشد، وگرنه او مسلمان حساب نمیخورد. خداوند چند نمود انسان هایی که بر این روز قیامت ایمان ندارند در همین سوره مبارکه ماعون اونها را مفصلا بیان کرده است. الله میگوید ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. یکی از قسم انسانهایی که بر قیامت باور ندارند انسانهایی هستند که صغیرگان و یتیمان را از در خانه خود دور میکنند، هایشان میکنند. این نمود انسانها بر روز قیامت ایمان ندارند. حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت مجاهد رضی الله عنهما میفرمایند یدفع الیتیم فلا یطعمه. این نمود انسانهایی که بر قیامت ایمان ندارند یک یتیم بیچاره که پیش خانهشان به خاطر یک تکنان آمد او را از در خانه میرانند. مفسرین در سبب نزول این سوره مبارکه قرآنی 2 سبب نزول بیان میکند. یکی این است که ابو جهل لعین که در زمان خود یکی از پیشتازان عالم کفر در مکه به شمار می رفت، مال یک یتیم پیش او بود و این ابو جهل در او صرف میکرد، زیرا او پدر نداشت، از پدرش میراث باقی مانده در پیش ابو جهل بود و او از او مال به خاندان این یتیما را از مال پدرش صرف میکرد. یک روز این بیچاره آمد، لباس نداشت، تنه لوچ آمد، گفت از مال پدرم برای من ای ابو جهل بتی تا که من لباس بخرم. مفسرین میگویند که ابو جهل را از خانه پیش کرد، او را زده از خانه پیش کرد. همین آیه مبارکه هایی که در سوره ماعون است، الله همین آیه های مبارکه را نازل کرد که این نمود انسان هایی که صغیرگان و یتیمان را از در خانه پیش میکنند به روز قیامت ایمان ندارند. در سبب دیگری نزول این قرآن و این سوره ماعون می فرمایند که روز ابو سفیان در وقت کافر بودنش یک اشتری را کشت و برای مردم صدقه کرد و کمبغل آمد، یتیم آمد، خواست که ابو سفیان برای او قطعه از گوشت بدهد تا که با مادرش و خاندانش مزه گوشت بچشد و طعام بخورد. ابو سفیان یک دنگل او را زد و از خانهش جوابش داد. خداوند همین سوره ارأیت الذی یکذب بالدین نازل کرد. و امروز انسان‌هایی هستند که به خاطر مردم پولدار و مردمی که احتیاج به گوشت ندارند گاو و گوسفند و مهمانی میکنند و اگر بیچاره کمبغل خدا نخواسته یا یتیم خانه او برود شاید که از در خانه او را دور میکنند. این نمود انسان ها به روز قیامت ایمان ندارند. میگوید خداوند ولا یحض علی طعام المسکین. خداوند میگوید که این نمود انسان هایی که به روز قیامت ایمان ندارند خودکو برای یتیمان
هجمال صرف نمی کنند. حتی خداوند در دهان اونها پیچت خاموشی زده است که یگان انسان دیگر را ترغیب نمی دهند که او برای یتیمان صرفکاری نماید. انسان مسلمان وقتا که یک طعام و صدقات کرد، احتیاجمندین ترین مردم را برای صدقات خود دعوت نماید، اجر او بسیار است از اونه که مالدارها و پولدارها یا که امروز خود آدم شوندهان نامیده اند، اونها از طعام میخورند. گویا که این سه چار انسان متکبر با نام آدم شونده و باقی این ملت مسلمان خر، یا باقی این ملت مسلمان در پیش اونها انسان نیست. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. یکی از مسئله های مهمی که میخواهم درباره او امشب صحبت کنم این است که امروز در عالم اسلام، خصوصا در تاجیکستان ما، اگر برادر از دنیا بگذرد مال او را برادرانش میگیرند، مغازه های او را برادرانش میگیرند، تمام ملکیت او را برادرانش میگیرند، اما این یتیمان و بیچارگان، بی صاحب، بی مال، شکمی گرسنه، تنی بی لباس میگردند. این هم از جمله ظلمی هست که خداوند این را نمیپذیرد. باید مال اون مردگی در فرزنداش موافق شریعت اسلامی تقسیم کرده شود. یا میبینی که از مال همون میت تا حال آن که او تقسیم نشده است، برادرانش برای او خیرات و صدقات میکنن که این حق اونها ندارن. اگر جوان مرد هستی، اگر اونقدر رحمی بر برادر و داری، از مال خودت برای او صدقه کن، نه از مال این یتیمان و بیوزنها، نه از مال او کسانی که خداوند متعال در وصف اونها میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. الله جل شأنه میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. خدا میگوید که اون کسایی که از مال یتیم میخورند، اون کسایی که پول و مال اون بیچاره یتیمان را در خاندان خود صرف میکنند، اونها مال نخوردند. اونها هر ناله که بر دهن بردند، والله که هر یک ناله اونها یک قطعه آتشی هست که در شکمهای خود پیش میکنند. ماشین او را سواری میکنند، یقین بدانند که در درون آتش دوزخ اونها گشته ایستادند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رحیم این امت میفرماید من ضم یتیما من المسلمین حتی یستغنی فقد وجبت له الجنه. پیغمبر میگوید که یک انسان مسلمان یک صغیره و یتیم را تربیه کند تا کلان شدنش، خداوند متعال برای او جنت را پاداش میدهد. باز میفرماید انا و کفیل الیتیم کهاتین. پیغمبر میگوید که من و کسی که رعایه یتیم میکند و کسی که حیات یک یتیم و صغیره را بر دوش میگیرد، روز قیامت مثل انمی دو چلیک در جنت قریب هستیم. لیکن متاسفانه بجای این رحم کردن بر یتیمان و صغیرگان، امروز مال اونها را میخورند، امروز مال اونها را میدزدند، امروز مال اونها را از خود میکنند. این نمود انسان ها کسانی هستند که بر روز قیامت باور ندارند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشان می فرمایند اجتنبوا السبع الموبقات. شما 7 چیزی که ای امت من، این 7 چیز شما را هلاک می کند، به سوی دوزخ شما را می برد، از این 7 گناه بزرگ دست بکشید.
قالوا یا رسول الله و ما هم، گفتند که ای پیغمبر گرامی قدر، ای رحیم امت، او 7 چیزی که ما را به هلاکت میرساند برای ما بیان کن. رسول خدا از یک لو بیان کرد و در دوامش گفت و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم تو را به هلاکت میرساند. خوردن مال یتیم تو را به سوی دوزخ میبرد. خوردن مال یتیم مثل یک آتشی هست که تو در خود و در شکمت صرف میکنی. الله جل شأنه در دوام همین آیت بعضی نمازگزارهایی که اونها اصلا به نماز خود پروا ندارند بیان میکند و میفرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر حال اون نمازگزاران، یا جهنم هست برای اون نمازگزاران، اون نمازگزارانی که از نماز خود تأخیر میکنند، اون نمازگزارانی که گاه نماز میخوانند و گاه نماز نمیخوانند، اون نمازخوانهایی که بامداد بعد از آفتاب برآمدن میخوانند، یا اون نمازخوانهایی که در وقتی که خدا نماز معین کرده است در وقتش نمیخوانند، قضاش میکنند. اون نمازخوانهایی که مال دنیا و تجارت و مغازه های اونها از نماز اونها را باز می‌دارد. وای بر حال او انسان‌هایی که به خاطر مال دنیا، به خاطر شهوت دنیا، به خاطر صحبت کردن با دوستان ناخلف از فرض از فرائض الهی دور می شوند. وای بر حال اونها. خداوند میگوید فویل للمصلین، جهنم هست برای او کسانی که نماز میخوانند. آیا نمازخوان؟ سوال بر میان می آید که با وجود این نمازخوانیش باز جهنم می رود؟ بله جهنم می رود، زیرا که اون مطاعون طاعت خدا و پیغمبر نکرده است. الذين هم عن صلاتهم ساهون. حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید هو المصلي الذي ان صلى لم يرجو لها ثوابا و ان تركها لم يخشى عليها عقابا. اون کسانی که گاه نماز میخوانند و نماز نمیخوانند کسانی هستند که در نماز می آیند، مسجد می آیند، نمیدانند که برای عبادت پروردگار آمدند، حتی ثوابی از پروردگار نمیخواهند و نماز هم ترک میکنند، پروا ندارند. این نمود انسانهایی هستند که خداوند میگوید که اینها به قیامت باور ندارند. اگر اینها به قیامت باور می داشتند، اگر اینها بر روز جزا باور می داشتند، اگر اینها بر اون محکمه که الله جل شأنه برای بینمازان آماده کرده است ایمان می داشتند، بر او جنتی که برای نمازخوانها در اون تاریکی های بامداد می خیزند به سوی مساجد می روند باور می داشتند، هیچگاه نماز خود را نمی گذاشتن و خواب کنند، هیچگاه نماز خود را نمی گذاشتن و در دکانهای خود سودا کنند، هیچگاه نماز خود را نمی گذاشتند و به کار دنیا و بر زمین مشغول شوند. از ذکر خدا باید هیچ چیز انسان مسلمان منع نماید. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید که حدیث امام بخاری و مسلم روایت می کند تلک صلاة المنافق، این نمود نمازی که در وقتش خوانده نمی شود نماز منافق هست. پیغمبر می فرماید یجلس و یرقب الشمس، میشینه صحبت میکنه، سخن میگوید، سوداش میکنه، با دنیا و تجارتش مشغول است، نگاه میکنه که آفتاب قریب 6 تن می آید، بعد از آن میخیزه و طهارتش میکنه. فقام فنقر 4
لا یذکر الله فیها الا قلیلا. پیغمبر میگوید که این نمود انسان میبینه که آفتاب بر لب کوه رفت و در شیشتن زد، سراسیمه 4 رکعت مثل یک مرغی که از زمین دان میچینه، نه رکوعی ساز داره نه سجودی ساز داره، نه در اون نمازش الحمد خوش رو میخوانه، نه تسبیحای خوش رو داره، نه آرامیش در نماز داره، نه خوفی پروردگارش داره. 4 رکعت چه میخوانه و ذکر خدا را نمیکنه، پرستش الله نمیکنه و میخیزه میروه. تلک صلات المنافق. در حقیقت این نمود نمازخوان و این نمود نمازی که این مسلمان انجامش داد نماز امت محمد نیست، نماز پیروان رسول الله نیست، نمازی که محمد را او صاحبش دوست میدارد نماز او نیست، بلکه نماز منافق است. از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: این فی جهنم و لوادیا تستعیذ جهنم من ذلك كل یوم 400 مره. پیغمبر میگوید که در دوزخ یک مکانی هست، در دوزخ یک مکانی هست که هر روز قریب جهنم به سوی پروردگار از اون مکانی بدی دوزخ پناه میبرد. پیغمبر میگوید که این مکان برای امتان محمد هست، برای آن امتان هست که نماز به خاطر خودنمایی میخوانند، مسجد به خاطر خودنمایی می آیند، صدقاتی که میکنند به خاطر خودنمایی می نمایند و هر عملی که میکنند به خاطر خدا نیست، به خاطر خودنمایی است. این مکان جهنم، این بدترین مکان جهنم برای همون نمود انسان ها است. حضرت مولوی استاد حفظه الله تعالی در یک شعری که اون نوشته است که چند قطعه او را اختیار کردم میفرماید: گفته اجداد ما بود دائما، بهترین خیر است خیری بیریا. امت محمد و رسول اکرم و اصحاب پیغمبر دائم وصیت میکردند که خیر نما که در او به خاطر خودنمایی نباشد، به خاطر بیرق گرفتن نباشد. من حیرانم که او چی بیرق است که برای او میتیم. گر کنیم خیر برای آبرو، گر کی کنیم خیر برای نام او. انسانی که برای آبرو، برای خودنمایی، برای این که او را انسان جوانمرد بگویند، برای این که در معرکه ها نام او را در سر صفحه تویانه بنویسند، این خیرات را میکند، او برای پروردگارش نکرده است، برای همون مردم کرده است. دائما باشد فکرت آبرو، دائما باشد فکرت آبرو، تا که در اول نویسند نام تو، لیک بحری آخرت فکرت نشود، این همه از ضعف ایمانی تو بود. والله که اگر ایمانی تو قوی می بود، والله که اگر تو به خدا در حقیقت ایمان می داشتی، عملی نمی کردی که تو را جوان مرد بگن، عملی نمی کردی که غیر پروردگار تو در اون نشان بدهی، عملی نمی کردی که تو در او خودنمایی داشته باشی. حضرت در دوام شعرش می فرماید: با تو گویم ای برادر این خبر، با تو گویم ای برادر این خبر، خودنمایی نوع شرک است سر به سر. انسان خودنما به پروردگار شرک آورده است، این یقین بدان. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در دوامی همین آیه که اولین مفسرین خود پیغمبر و اصحاب او هست می فرماید: من سمع الله بعمله سمع الله
سمع الله به سامع خلقه و حقره و صغره. پیغمبر میگوید که اگر انسان عمل کند که در بیرون او را تعریف کنند، نماز بخواند که او را نمازخوان بگند، حج بیاید به خاطر این که او را حاجی بگند، زکات مال بتیه که به خاطر که او را جوانمرد بگند، خدایی و خیرات بکند به خاطر این که مردم او را ملامت نکنند، خداوند مردم از این خبر میفهماند. الله جل شأنه آن نیتی بده که در دلش او انسان خیرات کن داره بر مردم میفهمانش. شارحان حدیث میفرمایند که روز قیامت انسانهایی که خودنمایی میکنند، الله اولین و آخرین در محشرگاه جمع میکنه و میگوید که همین انسان در دنیا خیرات کرد، همین انسان در دنیا حافظ قرآن و ملا و ایشان خود چه گفت تا که مردم او را حرمت کنند، همین انسان به خاطر که نامش در اول خط در تویها بنویسن یا آدم شوندش بگن، با مردم خیرات داد. اینا ببینش که این همون انسان است. لیکن الله جل شأنه یک دانه ثواب برای این نمود انسان خودنما نمیدهد. باید انسان مسلمان فکر خود را، عقیده خدا نسبت بر عملهایی که به خاطر خدا میکند درست نماید، وگرنه عمل او به درگاه الله جل شأنه قبول نیست. با تو گویم ای برادر این خبر، با تو گویم ای برادر این خبر، خودنمایی نوع شرک است سر به سر. الله جل شأنه در دوام همین آیه مبارکه می فرماید و یمنعون الماعون. باز قسم انسانهایی که بر قیامت باور ندارند مردم از زکات منع میکنند. الله او مالی که برای او امروز امانت داد، زکات او را به مردم نمیدهند. بعضی مفسرین میگویند که در خانهشان از چیزهای روزگار دارند، لیک همسایه او محتاج به یک دیگ، به یک بیل و لپاتکه هست. حالا که به دادن این دیگ و لپاتکه و بیل و اشیای روزگار این صاحب چیز ضرر نمی بیند، لیکن از مردگیش برای اون نمی دهد. این نمود انسانها به قیامت باور ندارند. خلاصه سوره تبارک الذی، سوره ارأیت الذی این است که انسان مسلمان و انسانی که به قیامت و روز جزا و پاداش نیک و بد قیامت باور دارد، یتیم از در خانهش دور نکند، مال یتیم نخورد، میراثی که از پدر او یتیم ماند او را با فرزنداش نخورد و نماز در وقتش بگذارد و مردم را تشجیع نماید تا که اونها بر بیچارگان و یتیمان صدقه نمایند. و این نمود انسان مسلمان باید همه عبادتش به خاطر الله جل شأنه باشد. دعا کنیم که الله ذوالجلال همه ما و شما را پیروی قرآن و پیروی سنت پاک رسول الله نصیب بفرماید و الله جل شأنه روز قیامت شفاعت حبیب خودش را برای ما و شما بندگان نصیب بنماید. الله جل شأنه در کار و کسب برادرانی که دعا طلب کردن، الله در کسب و کار اونها برکت عطا بفرماید و امت مسلمان که امروز در یک حالت ناگوار، در یک حالت بسیار تنگ هست، الله از این مشکل اون امت بیرون نماید. پروردگار عظیم و شان ما و شما را سربلندی دنیا و آخرت نصیب بنماید. اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه
واجعلها لوجهك خالصا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.